او بچه مفهمید نام من نورمحمد خان در این قریه که هست همی طرفی کوکچوچه نورمحمد خان کس توخ کده نمیتونه چی برسه که دو باچه لگشت که پس پیش خانه خود ایشو میده. ما شما رو خاطر از اینجا آوردیم که اگر اعترافات از طرف دختر ما شب توخ کرد اقریش از کاسه سرش بکشید. خب؟ گوش شما خواست؟ آره او خیر ببینین این حال من مورم سر زمین ها که کار دارم تا پس میم اگر اینجا امو قدر لک کنیشه که پامیشی پام شو درازیشی دراز. تو بیغم برو دل جمع برو دیگه اینجا فکر کو دیگه که ما هستیم دیگه. او خیر ببینیم بیا بریم باچه بیا بوری تو باش من با دخترم یک صدا کنم. او گل میگو سعی که از خانه بر نشهی خب تا ما پس دوباره میم از خانه مانه سعی که بر نشهی تو بریم باچه. بچه ها این دفعه که امادک یک رقم بزنید که دیگه خود جمع نتنه دیگه. باید دیگه پیش نورمحمد خان ما و شما کم نیم. رحم نکید خوب زنن. باید دیگه اینجا دیگه نورمحمد خان که آمد باید دیگه اینجا باشه. چی رقم واسکاله پوشیدن تو یاد نداره باز میده صبر کن برابر کنه از بیرم شما
خواستی کوکو؟ بخیری جام جان کسی را کار داشتی؟ کوکویت یک گپ است. ولی برای راست بگویم. همین دختر امی خانه یک دختر داره. خوب. ما را خیلی خوشم آمده. یکی دیگه ما را دوست داریم. چند دفعه آتا وایر خرایی کردیم. یک 10-20 دفعه خرایی کردیم. این نمیده امی مردک. نمیده. دختر خدا نمیده. تو بیا بریم میره واسطه شو. بریم بیا. امیر مر بیا تو بریم بیا. بیا ما کارت جور میکنم بیا. چی میکنی؟ برو بیت پومیتی دراز برو خانه برو مال دست تو میرسم او دختر توی قشنه که از گوی آتای خودت کشی میکنی حالا ما دست تو میرسم خودت تو چی جل کردی او دختره تو را مگم خواه تو کسونی من نمگم سیکو خوب گوش خرواز کو تو را ما دا بچه بیرار خود دادیم مفهمی؟ دا بچه آج خان محمد را دادیم دا نورالی فهمیدی گپ مرا یا نه؟ ما تو این قصد ریزه بودی که ما دا نام ازو که دادم تو دیگه هوای دیگه را دا سر تو نزنه که مفهمی که تو را قدم تارا قدم اینجا گر میکنم گر فهمیدی گپه؟ دیگه تو را دا بیرون درون ننگرم ما تو را خوب امروز گفتم صدا کردم از خانه که از خانه برو نشوی تو حال در خانه طلب میکنی باش من بگاه زنگ دیم اینم بگاه مفهمی تو را حلقه میکنم حلقه تو در نام بچه بیرار مایی حالی باش من مادر محابط را بگویم که زنگ بزنه مده حساب تو میرسم